دیگه نمیزاد مادرای ما رو. دنیا به خودش نمیبینه مادرای ما. مادر من هیچ وقت یک کرم به دستش نزد، هیچ وقت ندونست دستکش آشپزخونه چیه، مورنگ کردن کدومه، نمیدونم لباس مهمونی با لباس تو خونه چه تفاوتی داره. وقتی به این فکر میکنم که توی سرمای زمستون توی تشت با آب سرد چنگ به لباسای ما میزد، چون اگر که اون موقع صبح نون پختن و لباس شستن اتفاق نمی افتاد، آفتاب حیات از دست می دادیم. و خدا شاهده پا به پای پدرم تو مزرعه کار میکرد. هیچ وقت یادم نمیره که من باهاشون میرفتم، یه تپه‌ای بود بالای مزرعه‌مون مینشستم. این ویویی که من میدیدم تقریبا 90% عکسی که از مادرم میدیدم خمیده بود، یعنی در حال چیدن یه چیزی، درو کردن یه سبزی، این همه استقامت. و تازه یه غذایی درست میکرد میذاشت جلو ما، از ما عذرخواهی میکرد. چجوری میشه قدر این مادر دونست؟ چجوری میشه عاشق این مادر تا دنیاست براش نمرد؟